ما هم پیازایش میشناسیم، یعنی پیاز که میرخم بود بفهم که دیگه یه دکان افغانی ها. چند نکته ای که از اینجا و ملبورن تفاوت خیلی خاص داره وی است که ادلایت به 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 دوستای عزیز، نانوایی گان دیگه، امون نانای پرکی و نانای روغنی و نانای چی میگه اینا، همه امزی نانا. اینی سوپرمارکت وطن است دوستای عزیز. همه مواتای که مردم خوش داریم داخلش هست. با نام یاد خدا. السلام علیکم دوستان نهایت عزیز، امیدوارم که جور و سلامت باشین، هر جای هستین لباس عافیت برتان داشته باشین. عزیزا خوش آمدید به یک ویدیو دیگر از چینل مهدی قاسمی در یک جای متفاوت در جنوب استرالیا، در شهر زیبای ادلاید. این بار خواستم که جایی که وطندارای ما میشنه، افغانی بازار، جایی که کل وطندارای ما اونجا جمع است، رستوران داره، دکان داره، مکانیک داره، گاراژ داره و خیلی بیزنس های خوب ما داره. دو قسمت بیایم تا یک ویدیو قشنگ از اون قسمت برایشون بگیریم و به شما زایی که بیننده ما هستین نشان بدم و امیدوارم که از ویدیو لذت ببرین، چون در افغانی بازارم دارم. و دوستای عزیز، قبلا ویدیو دینگ دنانگ که مانده بودم خیلی شما ما تشویق کرده بودین، تشکر خیلی زیاد. و این بار خواستم که میرخم یک شهر افغانی را در ادلاید نشان بدم. دوستای عزیز که من میگم افغانی بازار به این مناکسل آقا جوز یک برند خیلی مشهور، در عین حال موفق، البته نه تنها در استرالیا بلکه در آسیا هم است، در پاکستان خیلی مشهوره. و دست چپ من یک سوپرمارکت به نام آریانا، من مطمئن هستم این از وطندارای ما است. و رستوران پدیده و پالوش یک رستوران پدیده است، یعنی همه تابلوهایش باور کو احساس آدم که میده خود افغانستانه و همه تابلوها فارسیه. این مثلا این رستوران پدیده اما نوشته کلشی، اما نوشته اصلیش فارسیه، یعنی خیلی چیز خوبیه که مثلا در کشوری که زبان اولش انگلیسیه. به خاطر چی؟ به خاطر که اینجا افغانی بازار افغانی خودم است، وطندارای خودم است. و در پشت سر ما دوستای عزیز صرافی قاسمی، البته ای از ما نیه، این فکر کنم هم یک شعبهشی در دینگ دنانگ هم در ویدیو قبلی ما بوده که یک صرافی هایی که رفته بودیم، صرافی قاسمی، اینی شعبه دیگه شاید احتمالاً باشه. و اینی دست راست ما دوستای عزیز بخیالم که گراجی آجی سیب دیروز ویدیوش ما گرفتیم و اینی دست چپ ما دوستای عزیز رستوران های کل افغانی های کل از وطندارای های اینجا هر قسم نانای وطنی که بخوایم هست. و اینی اما ویدیوی دیروز اینجا بود دوستای عزیز، امیدوارم که ویدیو ما را دیده باشین و اگر بسیار رستوران کوچیک اما نانای خیلی قشنگ داره دیگه. شما دوستای عزیز نال شما رو جای را نشون میدیم که واقعا بخی تعجب کنین. البته ما همچین چیز را در ملبورن هم ندیده بودم. افغان سوپرمارکت دوستای عزیز، اینمی سوپرمارکت کلان که در پشت من میبینین اینمی کلان است، اینمی همه ایش دیگه از افغانی خود ما است دیگه. همه بله لوحهش نوشته که مواتایش همه چیزایش حلاله، شما میتونین از نا یعنی مخصوص برای خود اونو دیگه. ماشاءالله چک بیزنس خیلی قشنگی جور کرده به نام افغان سوپرمارکت، یعنی سوپرمارکت خدا نمیه.
دیگه واقعا دمشان گرم. اینا باز نگین که در شهر افغانیا در اطلاع در نامده این شکل دینگ دانان وری اونمت همه اینمی بازار افغانیا هم خیلی 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 با عالیه. بازم یک طلا فروشی در دست شبه نمیفهمم طلا فروشی همیشه هست و بازم در دست راست ما یک رستورانت افغانیا. یعنی کلا دوستای عزیز چیز کی در مجموع دوستای عزیز امی وقتی که آدم دم شورای افغانیا میه رستوران و هتل خیلی زیاده. هم در دینگدانانگ هم در ادلاید هم در همه جایی که بریم رستوران خیلی زیاده دیگه. به 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 چه یک دکانی خدمات حقوقی و مهاجرتی لندمارک. دوستای عزیز یم از وطنداراست چه یک کاروبار قشنگی جور کرده مثل دفتر وکالت که واقعا برای هر شهروند هر جامعه هر کشور همچنین راهنمایی یا همچنین آدمای خیلی خیلی زیاد نیازه به خاطر که اکثر ما و شما دوستای عزیز خصوصا افغانیا از حقوق مدنی از حقوق اجتماعی زیاد باخبر نیستیم دیگه. ما بسیار خوش میشم وقتی که یک نفر میره حقوق میخوانه و بیتانه اون موضوع چیزایی که خوانده برای جامعه خود برای مردم خدمت کنه. چون یک قسمت عظیم از مردم اصلا از حقوق اولیه خود باخبر نیه و امیدوارم که دوستایی که در این بخش هست خیلی مردم را راهنمایی کنه که حقوق مدنی یک انسان در اما کشور که زندگی میکنه چیه. دیگه خیلی مهمه. تشکر از این دوستا و از اینجا استارت شدم به خاطر که اینی زیادم داره سوپرمارکت وطن. اینی سوپرمارکت وطن که اینجا میبینین دیگه او دورشم یک نمیفهمم او دورشم بخیالم که چی است یک طلا فروشی اونجاست دیگه. اینی سوپرمارکت وطن است دوستان. همه مواتای که مردم خوش داریم داخلش هست دیگه. خیلی عالیه دوستان عزیز خیلی عالیه. همه اینمی سرکی است دیگه از وطندارای خود میاد دیگه. افغانی بازار در اطلاع ده دیگه دوستان عزیز. خب کجا بریم دوستان عزیز؟ این یک بازارک خیلی قشنگ صرافی اعتماد و صفا سوپرمارکت و قصابی حلال. دوستان عزیز اینا همه گوشتای حلال هم دارن دیگه. میبینیم دوستان عزیز که مردم ما هم خیلی ماشاءالله پیشرفت کرده. مغازه شال و یش خط این از شهر خیلی قشنگی ادلایده. البته اونو گوش که چی از گراج آجیسه بس دیروز ما ویدیوش برشون گرفتم. اما از پیش تیرستم اصلا یک احساس کردم امیجا دیروز آمده بودم ولی فکر نمی کردم یک نزدیک باشه. این سلمانی بابول وطندارا. به 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 دوستای عزیز نانوایی گان دیگه. امون نانای فرکی و نانای روغنی و نانای چی میگه اینا همه امزی نانا میتونی شما اینجا پیدا کنید حتی در بهترین شهر یک از شهرهای قشنگی استرالیا. خب ماشاءالله همین افغان بازار کلانه که ما بخی امیال من داشتم این دستراس هم
عباس مارکت هست و طلا فروشی امارات هست. امیدوارم که امارات که در افغانستان هست و نباشه و شوخی میکنم دوستان عزیز دیگه. در مجموع دوستان عزیز شهر ادلاید یک شهر خیلی آرامیه، یک شهر خلوتیه، یک شهری است که زیاد شلوغ نیست دیگه. آدمای خیلی آرامی داره در خود و یک رستوران قشنگ افغانی دیگه خاطره. ما اینجا آمدیم روز نانم خوردیم دیگه، یک رستوران خیلی قشنگ و عارف، سوپرمارکت و صرافی شمامه بساید اینا کل دیگه از وطندارای همه ایشون. یعنی کسایی که شریعه دوست دارد دوستای عزیز دیگه، یعنی قلندری شریعه حتما بیاید. شریعه خواهش هم که مریضی مگه نه حتما شریعه میخوام. بازم یک نانوایی نان بربری افغانی دوستای عزیز. تمام اینجا رستوران ها که میبینین دیگه کابل رستوران. واه ما بخی نان کابل میشنم بخی خوش میاد. یعنی هم تمام لوازم خانه و یک از دکانهای خیلی قشنگ به نام سوپرمارکت او مدینه بازم به اینجا سایزی شهر افغانی ها دیگه. ما همزی پیازهایش میشناسیم، یعنی پیاز که میرخم بود بفهم که دیگه یه دکان افغانی ها دیگه. ماشاءالله یک دکان خیلی جمع و جوری داره دوستان عزیز دیگه. همه چیز میتونه داخل زو پیداش و همه کارا رو بخی آسان کنه دیگه. خراسان کباب، این پیزا دوستان عزیز بله. باز نگین که ادلاید افغانی بازار نیه. این یک رستوران چیزه. ما اینجا آمده بگوست نان خوردیم، نان خیلی خوشمزه. نام از این از یادم اینجا آمدم دو سایت یک نان خوردیم. نانش بنهایت قشنگ و مزه‌دار بود. البته ما مایچه خوردم، رفقایم بریانی و کرایی خوردم چون اینجا مسافری دیگه. دو سایت برای چند روز آمده مجبوری نان بیرون خیلی زیاد مخورم. بخشی نان بیرون زیاد خوبم نیه ولی مجبوری دیگه هر روز از نان استفاده کنیم. این خمسه دوستان عزیز تمام مصروف و این یک وطندارای عزیز ما میبین با لباس های وطنی. اما آدم امینجا که ما احساس نکی واقعا بخیدم وطن خیلی. دوستان عزیز هرچی برم دیگه سرک میبینی خیلی طولانی تره. دوستان عزیز شهر ادلاید شهر بی‌نظیر قشنگ، آدمای بسیار خوب، مهمان نواز، یک شهر آرام و بدون سرصدای. چند نکته که از اینجا و ملبورن تفاوت خیلی خاص داره و است که ادلاید یک شهر جمع جور و نفوس کم خلوت و در ضمن همه چیزی در دسترس. مثلا
جایی است که آدما میتونه در کمترین وقت بیشترین جای برسه. مثلا اگر بخوای ایرپورت یا میدان هوایی بری 15 دقیقه درایو، اگر بخوای سیتی بری 15 دقیقه تا 5 دقیقه تا 8 دقیقه درایو، اگر بخوای میدان فوتبال و ولوبال بری 10 دقیقه درایو. یعنی کلا بیشترین راهش از 15 دقیقه بیشتر درایو نیه. در حالی که ملبورن در ایرپورت بری 115 دقیقه باید درایو کنی. تقریبا چند برابر؟ 5 برابر شاید میشه یا 4 برابر اینجا دور است. نفوس ادلایت 1,000,000 و طبق آمار 2023 1,000,000 و حدود 3 لک نفره، در حالی که از ملبورن 5 میلیون است. دیگه سرکای خیلی خلوت داره. لیمیت سرک دوستای عزیز اینجا خیلی کمه. مثلا این سرک پیش سر من که میبینین یعنی میشد 50 باشه یا 60 باشه، ولی در حالی که در ملبورن ولی 80 است اینا. دیگه فری هایویشی 80 در حالی که ملبورن 100. دیگه این بود مجموعاً ویدیوی از افغانی بازار ادلایت. دیگه جان مسید قربانتان، تشکر که حمایت میکنین. تا ویدیوی بعد، خدا یار مددگارتان. بای.